باشد کسانی که اسلام رو خوب آموختند، قرآن رو خوب میدانند، حدیث رو خوب میدانند، اون خوب میداند، درک کرده است که قرآن چی میگه، او حتما یک انسانی معتدل میشود. و کذالک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. خداوند وقتی خودش میگه که ما شما را امت میانه معتدل گرداندیم، وقتی که انسان قرآن را خوب خواند، او چگونه افراطگرا میشود؟ او انسانی معتدل میشود، در وسط قرار میگیرد، نه چپ نه راست، نه اهل کازینو و دیسکوتک میشود، نه اهل این گروه های افراطگرا یا تروریستی. در میانه قرار میگیرد. میانه چی هست؟ یک انسانی که 5 وقت نمازش را میخواند، قرآن را میداند، اهل کار هست، ورزش هست،